اومدین به چنل یوتیوب من. این اولین ویدیوییه که دارم میگیرم ادیتش میکنم و قراره که تبدیل به ولاگ کنم و بذارمش توی یوتیوب. یه مدتی میشه که من خیلی علاقه پیدا کردم به اینکه ویدیوهامو ولاگایی که درست میکنم و از همین ویدیوهایی که معمولا جایی به اشتراک نمیذارمشون رو بیام و توی یوتیوب آپلود کنم که اگر کسی دوست داشت بتونه نگاه کنه. اگر راستش رو بخوام بگم و خیلی باهاتون بخوام صادق باشم، خیلی کار سختیه ویدیو گرفتن نسبت به عکس گرفتن، ولی خیلی لذت بخشه. ویدیو اول من خیلی قرار نیست چیز خاصی باشه و احتمالا خیلی قرار نیست ادیت خفنی داشته باشه و خیلی باحال و کول و از این حرفا باشه. برای همین امیدوارم که حالا هر طوری که درستش میکنم دوستش داشته باشید، براتون خسته کننده نباشه، خوشتون بیاد. اینجوری نباشه که هی بزنید جلو یا خسته کننده باشه دیگه. میدونید چی میگم؟ دوست دارم که هر تعداد نفری که میبینن، 2 نفر، 3 نفر، 10 نفر، 20 نفر لذت ببرن از دیدنش و بهم بگن که چقدر ویدیوهات قشنگ بود و ادامه بده. خب من یه هفته رو اومدم پیش پدر بزرگم و مادر بزرگم بمونم توی روستا و احساس کردم که چه جای مناسب تر از اینجا برای شروع ولاگم. و آره، از همینجا دارم شروع میکنم، از جاهایی که میریم، اتفاقاتی که میفته، کارهای روزمره‌ای که انجام میدم و خلاصه همین جزئیات معمولی و قشنگ زندگی. در کل امیدوارم که خیلی خوشتون بیاد، ویدیومو دوستش داشته باشین. از همین الان اگر نقصی داره، کم و کاستی داره، ببخشید، چون این اولین ویدیویی که میخوام بذارم و خیلی طبیعتا آشنا نیستم به ادیت و اینا. سعیمو میکنم که یه چیز خیلی خوبی در بیارم، ولی اگر هم که نشد و از نظر شما نقصی داشت ببخشید. و اگر که راهکاری، نصیحتی، پیشنهادی چیزی هم دارین، خوشحال میشم که بهم بگین تا بتونم اعمالش کنم توی ویدیوهای بعدی. و لطفاً چنلم رو سابسکرایب کنید و برای دوستاتون بفرستین. خیلی ممنونم از هر تعداد آدمی که منو میبینن، نگاه میکنن و دنبال میکنن. خیلی خیلی ازتون متشکرم، ممنونم، دوستتون دارم. امیدوارم که ویدیومو دوست داشته باشین. دلیل اینکه این چند روزی که من اومدم اینجا بمونم این بودش که تا الان خب هم تایم خالی نداشتم که بیام بمونم و همین اواخر خیلی احساس کنم که نمیخوام با آدم های اطرافم بسازم. نه اینکه مشکل از من باشه، فقط صرفا خیلی داره خوب پیش نمیره خیلی چیزا و واسه همین تصمیم گرفتم که بیام و یه مدتی رو دور باشم، یه کوچولو فاصله بیفته. شاید هر کس چه میدونم تنها فکر کنه، ببینه کجای کار اشتباهه، کجای کار مشکل ایجاد شده و واسه همینه که اومدم اینجا و روی درسام، روی روابطم، روی همه چیز فوکوس کنم، فکر کنم و امیدوارم که خیلی بهم خوش بگذره که قطعاً میگذره.
عملیات آلوچه چینی. اوکی. آلوچه هم چینی این چی رفت تو چشمم. جی تو دهنم بوده که موهامش صاف کردم ولی کاش نمی‌کردم. اینجوری حشمکی شد موهام. بابا پرویز نه خیلی گرمه. بی این ور وایسا که بیفتی. چرب رنگی چسبیده. اشکال نداره، موهای تو چرب، موهای من پشمک. صبح خوش آب و رنگتون بخیر. من بالاخره بیدار شدم بعد از یک روز بیدار نشدن. تو این هفته‌ای که اینجا بودم، چهارشنبه، جمعه، شنبه، یکشنبه، دوشنبه، تو این 6 روزی که اینجا بودم 5 روزش رو بیدار شدم و صبح یوگا و مدیتیشنم رو انجام دادم. الان بیدار شدم و دیدم که لپتاپمو دیشب خاموش نکردم و واسه همین نتونستم بیارمش تو حیاط، چون اینجا کابل چیز نداریم، کابل برق. اگر صدام کمه ببخشید، به خاطر همین نتونستم لپتاپمو بیارم نگاه کنم که یوگامو انجام بدم. واسه همین گذاشتمش یه کوچولو شارژ بشه. بودم اول بیام امروز روالو برعکس کنم. دفترم آوردم درباره مثلا اتفاقات این چند روز و شکرگزاری و اینا بنویسم. دایم اومد اینجا گوسفنده الان باز کرده، من دیگه تمرکز ندارم. من چجوری اینجا یوگا کار کنم؟ داره میاد اینجا. چیه؟ حقیقتا الان که اینجام دارم ویدیو میگیرم و دارم برای یوتیوبم ویدیو میگیرم و ورزش میکنم، این گوسفند پیشمه، خیلی احساس خوب دارم.
یا شاید هم 8، نمیدونم. امروز چهارشنبه است و چهارشنبه که میشه معمولا مامانم اینا همه میان اینجا و قراره بیان. هوا خیلی خوبه، انگار که وارد مثلا اولین روز پاییز شدیم. مثلا سرسبزی رو ببین شما. الان خالم گفتش که بیا یه ذره قدم بزنیم بریم که یه سری از این شاخ و برگایی که از دو طرف مثلا کوچه زده بیرون رو کم کنم. الان باش اومدم، گفتم بذار من ویدیومو بگیرم بعد میام پیشت. چی کار داری میکنی؟ چی کار داری میکنی؟ سرش خیلی شلوغه، فکرش مشغول کاره. اینو میخوام یه جا بذارم مسخره بازی در نیاد. خالم ماشین رو برداشته و ما الان داریم میریم گشت و گذار و وسایل خریدیم بریم گردش دور طبیعت. یکی دیگه از دوستامونم باید بریم سوار کنیم و فعلا همین. دوستمون دیر کرده. حالا همه دستا به بالا. مالو ببوس یالا 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 یالا. من اومدم میارم فهم کردیم. خب من ایشون رو فرشته برای توضیح بدم. بالاخره خودمون رو به رودخونه رسوندیم. الان اومدیم رودخونه داریم آب‌بازی می‌کنیم. همونطور که مشاهده می‌کنید من خیس شدم، موهام دیگه داره داغ میشه، زاغ میشه. روزهای خیلی خوبی رو اینجا من سپری کردم و دیگه میخوام ولاگمو همینجا به پایان برسونم. خیلی ممنونم که ویدیو من تماشا کردید و تو این
ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که ویدیو براتون حوصله سربر نبوده باشه، دوستش داشته باشید و ممنون میشم اگر که ویدیومو دوست داشتین و خوشتون اومد چنلم رو سابسکرایب کنید، برای دوستاتون بفرستید، برام کامنت بذارید که باعث ایجاد انگیزه بشه که ویدیوهای بعدی رو خیلی خفن‌تر بگیرم و آپلود کنم. خیلی خیلی ممنونم ازتون، از هم تعداد کمی که اومدین منو حمایت کردین و حتی چند هفته قبل از اینکه بخوام ویدیومو آپلود کنم سابسکرایب هم کردین. خیلی ممنونم، دوستتون دارم و ویدیوی بعدی میبینمتون.